الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 77 از آموزش توحید است و در این حلقه به شما اینچنین قسم دومی عملهایی که از عبادت است، از الوهیت است، از عبودیت هست بیان خواهیم کرد. در حلقه گذشته به شما یک چند عملهایی که از عبادت است بیان گشت: الخوف، الخشیه، الرهبه والتقوى، الخضوع والخشوع والطمأنینه والسکینه. حالا باشد باقی مانده عملهایی که از عبادت است که باید تنها به الله سبحانه و تعالی انجام داده شود ذکر خواهد شد. سومین عملی که ما به شما بیان میکنیم این الرجاء والرغبه والطمع فی رحمت الله است. رجا، امید کردن به رحمت الله، امید کردن به جنت الله، امید و آرزو کردن رحمت الله و مهربانی الله، این عبادت است. و رغبت کردن، رغبت به رحمت الله سبحانه و تعالی. ما در حلقه گذشته گفتیم الرهبه است، یک کلمه است که رهبه، ترسیدن و از ترس الله از گناه ها گریختن، از ترس الله ترک کردن گناهان را رهبه میگویند. اما این رغبه هست. ما در حلقه گذشته گفتیم رهبه مخالف رغبه هست. حالا میگیم رغبه مخالف رهبه هست. یعنی اگر رهبه از ترس الله ترک کردن گناه باشد، رغبت از سبب امید الله حرکت کردن به سوی الله هست و دعا کردن و طلب کردن الله است. یعنی عمل را انجام دادن به امید رغبتی رحمت الله و جنت الله است. البته در معنای الرجاء و الرغبه شیخ الاسلام شیخ علامه ابن القیم الجوزی رحمه الله تعالی سخن میکنند در کتاب مدارج السالکین و فرق الرجاء و الرغبه را بیان میکنند و میگویند رجا میگند این امید، این طمع هست، به یک چیز طمع کردن، آرزو کردن، امید کردن، به یک چیز دل بستن و امید کردن، این رجا هست. و ثمره همین رجا، میوه همین رجا این رغبت است. رغبت این طلب است. شیخ الاسلام بگویم ابن القیم رحمه الله مثال می آورند، میگویند بمانندی ترس و از سبب ترس گریختن. امید بمانند ترس است، یا بگیم ترس بمانند امید است و رغبت بمانند گریختن است. یعنی یک انسان وقتی که می ترسد و ثمره همین ترسش این گریختن است، می گریزد از سبب چی؟ از سبب ترس. این چونین از سبب رجا رغبت به وجود می آید. رغبت از سبب رجا به وجود می آید. اصل رغبت این رجا هست و رغبه این ثمره و میوه رجا هست. و معنای رغبه چیست؟ طلب کردن. رجا امید و آرزو کردن به رحمت الله، رغبه حرکت کردن و عمل کردن و طلب کردن همون رحمت الله، طلب کردن همون جنتی که الله سبحانه و تعالی به ما خبر داده است. این الرجاء و الرغبه بود. این البته عمل است. امید کردن به رحمت الله، امید کردن به جنت الله، همیشه امید کردن بگیم به ذات الله، امید کردن، طمع کردن، همیشه در یاد و امید او بودن، متعلق او بودن، رغبت
به او داشتن یعنی عمل را به خاطر همون انجام دادن که به غایت و مقصد برسید، به همون چیزی امید کرده اتون برسید. از او طلب کردن یعنی امید میکنید و طلب میکنید که به من بده، این البته عبادت است. به غیر الله انجام دادن این البته شرک است. امروز میبینیم که اصحاب قبور از قبور امید میکنند و از قبور رغبت دارند. امید میکنند از قبرها که شاید اونها رو ببخشند و حرکت میکنند برای قبرها، عمل را انجام میدهند و از قبرها طلب میکنند. این رغبت است. رغبت به سوی قبر دارند. رغبت به سوی قبر دارند. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 21 میگه یرجو الله والیوم الاخره. الله را میخواهند، امید الله را دارند و امید روزی آخرت را دارند. البته این صفت مؤمنین است که همیشه در این دنیا امیدشون، آرزویشون این الله است، این روزی آخرت است. چرا که مؤمنان میدانند که الله وعده داده است که در روزی آخرت نجات از اهل ایمان است و از اهل توحید است. الله سبحانه و تعالی در سوره سجده آیه 16 میگه یدعون ربهم خوفا و طمعا. ربشون را دعا میکنند در حالت خوف، در حالت ترس و در حالت طمع. طمع یعنی امید، آرزو، امید میکنن، رجاء. و در آیه دیگر میگه یدعون ربهم و یدعوننا رغبا و رهبا. و ما را دعا میکنند، ما را عبادت میکنند، ما را طلب میکنند در حالتی که از ما میترسند و از سبب ترس ما گناهان را ترک میکنند و این چنین امید به ما دارند و از سبب همین امیدشون عمل میکنند که به ما نزدیک شوند. بارک الله فیکم. و ابن القیم الجوزی این سخنشون را فرق الرجاء و الرغبه را در زیر ایاک نعبد و ایاک نستعین در کتاب مدارج السالکین ذکر کردند. البته این عبادت ها را باید به الله سبحانه و تعالی انجام داده شد. عبادت چهارم المحبت والولاء. محبت، دوست داشتن، دوستداری، محبت. الولاء دوستداری و نصرت دادن. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره 167 میگوید، بگویم 165 میگوید یحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. الله در اول آیه میگه و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. یک عده از انسان‌های هستند که بجز الله یک ندی را، یک شریک دیگری را به خود گرفته اند، بجز الله را عبادت میکنند و بجز الله را دوست دارند. یحبونهم، بغیر الله را دوست دارند. چگونه ای که الله را دوست دارند؟ اما آنهایی که ایمان آورده اند الله را دوست دارند و دوستداریشون الله را بینایش سخت است. پس دوست داشتن، محبت، این عبادت است. باید محبت الله از دیگر محبت ها بالا باشد. محبت رسولش صلی الله علیه و سلم از دیگر محبت ها بالا باشد. پس امروز حالت مسلمان ها را نظر بکنید که محبت اونها نسبت الله و رسولش آیا از دیگر محبت ها بلند است یا محبت دنیا، محبت خانه و در و فرزند و خویش و اقربان از محبت الله و رسولش بلند است. امروز مشاهده می شود که اکثر انسان هایی که به نام مسلمانند محبت پدرشون، محبت فرزندهایشون، محبت برادرشون، محبت زنشون، محبت خویش و اقربایشون، محبت خانه و درشون، محبت این تجارتی که بنیاد کرده اند از محبت الله و رسول بلند است. و از همین جهت است که امروز مسلمان ها در حالت شکسته و خواری و ذلت زندگی می کنند. الله میگوید این کان اباؤکم و ابناؤکم. الله میگوید به محمد صلی الله علیه و سلم قل
بگوی محمد صلی الله علیه و سلم به مؤمنین و به موحدین که این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. بگوی محمد صلی الله علیه وسلم که اگر پدرهای شما، فرزندان شما، برادران شما، زنهای شما، خویش و اقربای شما پول و اموالی که جمع کردید، تجارتی که براه گذاشتید و این خانه و زیبایی دری که شما بنا کردید به شما دوست داشته تر از الله باشد، دوست داشته تر از رسولش صلی الله علیه و سلم و از جهاد در راه الله باشد، فتربصوا، در حالت خواری و زاری و شرمندگی، در حالت خواری و زاری شما انتظار باشید. چرا؟ امر الله را، حتی یأتی الله امر الله یعنی مرگ رو، در حالت خواری و زاری مرگ رو انتظار باشید. بدانید که الله سبحانه و تعالی قومی فاسقان و سرکشان را هدایت نمیکند. یعنی هر کسی که حالش همچنین است، محبتی الله و رسول، محبت جهاد در راه الله و رسول فراموش شده است، البته که الله سبحانه و تعالی این چنین فاسقان را هدایت نمیکند. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند لا یؤمن احدکم حتی اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. ایمانی یگان نفر از شما کامل نمی شود تا همان زمانی که مرا دوست بدارید زیادتر از پدر و مادرتون، زیادتر از فرزندتون، زیادتر از همه چیز. پس امروز این عبادت بزرگ، این محبت الله و رسول، محبت دین و شریعت، محبت جهاد در راه الله سبحانه و تعالی در کجا است؟ ای مسلمان ها، این محبت را آیا شما دارید؟ یا که محبت خانواده شما، محبت پدر و مادر و فرزند و زن و برادر و خویش و اقربا و این تجارت شما افزوده است و از محبت الله و رسول هم زیاد است؟ البته این سبحان الله سرکشی امروز مشاهده می شود. پس محبت عبادت است، الولاء عبادت است، باید که این عبادت را با الله انجام داده شود. البته محبت طبیعی وجود دارد، دوست داشتن زن، خانواده، این چیزهای دنیا وجود دارد، اما اول این عبادت، این محبت الله هست که باید انجام داده شود. محبت رسول الله، محبت دین، به خاطر دین حرکت کردن، به خاطر دین دشمنی کردن. چرا که شما دین را دوست دارید، کسی که دین را بد میبیند بد میبینید. اما وقتی که کسی الله را دوست ندارد، رسولش صلی الله علیه و سلم را دوست ندارد، دین را دوست ندارد، هر کسی در حق الله و رسولش دین از چیزی میگوید به او دشمنی نمیکند. پس این نبودن توحید را بیان میکند. بارک الله فیکم. پس محبت و الولاء این عبادت است که باید انجام داده شود. عبادت پنجمی که ما امروز بیان میکنیم، عملی که از عبادت است و تنها باید به الله انجام داده شود، این التوکل است. توکل به الله. توکل البته عبادت است و معنایش این همه عملهایتون را به الله تعلق دادن، تکیه کردن به الله، تکیه کردن به الله، همه آینده‌تان را، آینده خود را به دست الله گذاشتن و امید خیر و امید خوب کردن از الله سبحانه و تعالی، گمان خوب کردن از الله سبحانه و تعالی. توکل همین است. اگر مثال بیاریم، شما میخواهید که به سفر برایید، یک چیپته را میخرید، یعنی بلیت، چیپته به زبان تاجیکی، تذکره میگن به زبان عربی. به هواپیما
میخواهید که بروید، همه اسباب را شما به جا آوردید، بعد از این توکل به الله میکنید. میگوید من خودم را به الله سپاریدم، من در دست الله هستم، توکل من به الله هست، همه امرم، همه کارم، شدن نشدن، همه اش را به دست الله تکیه کردم. الله خودش حفظ میکند و گمان خوب کردن به الله و بعد از این هر چیزی که میشود راضی شدن و به همون قدر تسلیم شدن است. التوکل میگن. و البته همین توکل عبادت است و به غیر الله انجام دادن همین عبادت شرک است. امروز میبینیم، امروز همه این عبادت هایی که ما گفته میبینیم که به غیر الله انجام داده شده میشود. مثلا محبت، امروز کسانی که سبحان الله قبر پرست هستند، محبت قبر، محبت سبحان الله این مزار، محبت اولیاشون از محبت الله زیادتر است. برای همین به قبر سجده میکنند. یا که بعضی ها به قبر، به اولیا، به شیخش توکل میکند. وقتی که توکل میکند، توکلش را به غیر الله میکند، امرش را، آینده اش را به دستی کی میگذارد؟ اولیای، شیخ، امام. والعیاذ بالله این مشرک است و این کافر می شود. البته این شرک اکبر است. توکل ما به الله است. الله سبحانه و تعالی در سوره مائده 23 میگوید و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، و بر الله توکل بکنید اگر مؤمنین باشید. توکل به الله بکنید اگر شما مؤمنین باشید. پس هر کسی که توکل به غیر الله میکند او مؤمن نیست، مسلمان نیست. بارک الله فیکم. پس توکل این عبادت است. عبادت دیگر ششم الاخلاص. اخلاص ضدش شرک. اخلاص یعنی یک عمل را تنها به خاطر الله انجام دادن. اخلاص در لغت علمای عرب میگویند یک چیزی را از یک چیز جدا کردن. تازه کردنی مثلا عسل از خانه غنبور، خانه زنبور، این را اخلاص میگن. اما اخلاص در اصطلاح شریعت این چی است؟ این بارک الله فیکم، عمل را تنها به الله سبحانه و تعالی انجام دادن، عبادت را تنها به الله سبحانه و تعالی انجام دادن. این اخلاص است. اخلاص این یکی از کلمه های مرادف و هم معنای توحید است. فهمیدید؟ توحید یگانه دانستن الله و یگانه با الله تمام عمل را انجام دادن. این چنین اخلاص همون معنا را میدهد. در سوره بقره آیه 139 الله سبحانه و تعالی میگه و نحن له مخلصون، و ما بر او مخلصان هستیم. البته صفتی مؤمنین همین است که با الله سبحانه و تعالی مخلص هستند، یعنی یگانه الله را عبادت میکنند و غیر الله را ترک میکنند و یکتا پرستند و تمام عملشون بر الله است. و انمین است که در سوره نساء آیه 146 الله سبحانه و تعالی میگوید و اخلصوا دینهم لله، و دینشون را بر الله خالص کردند. یعنی این دینی که الله امر کرده است همه دین را خالصانه به الله انجام دادند. مخلص کسی را میگوید که موحد باشد. کسی که موحد نیست او مخلص نیست. مخلص یعنی کسی که یکتا پرست است، تمام عبادت را به الله انجام میدهد، از غیر الله البته دور است. از مزار پرستی و قبر پرستی و ایشان پرستی و سنگ پرستی و دیگر همه از این چیزها دور است، چرا که او موحد است، او مخلص است. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما شما را امر نکردیم مگرم این که یگانه الله را عبادت کنید مخلصانه و تمام حکم و تمام دین از آنی الله است. پس ضد اخلاص چی است؟ شرک است. هر کسی که مشرک است او مخلص نیست. هر کسی که به شرک دست میزند او خودش را نمیتواند که مخلص بگوید، چرا که شرک آمد اخلاص نابود می شود. بارک الله فیکم. و یک سوره در قرآن وجود دارد نامش اخلاص است. الاخلاص، نام این سوره اخلاص است، یکتا پرستی است. و این سوره سوره اخلاص، قل هو الله احد،
الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد است. بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم او الله یکتاست و یگانه است، احد است. الله الصمد، این الله بی‌نیاز است از عبادت‌های شما، از این همه تسبیح و تحلیل و تکبیر شما، از این همه دیگر باقی مانده حرکت‌های عبادت شما. الله بی‌نیاز است، چرا که الله بزرگ است. این عبادت‌ها را شما کنید به خودتان میکنید، نکنید هم بر علیه خودتان هست. به الله از این عبادت‌های شما هیچ فایده نمی آید و هیچ ضرری هم نمی رسد. انمین است الله الصمد. لم یلد ولم یولد، الله زاییده نشده است، الله پدر و مادری ندارد، الله تولد نشده است و الله سبحانه و تعالی کسی را تولد هم نکرده است. الله فرزند هم ندارد، الله پدر یا مادر گفته نمیشود. اعوذ بالله. الله یکتا است، نه فرزند دارد نه خودش فرزندی کسی است. ولم یکن له کفوا احد، و هیچ وقت و هرگز هیچ کسی نمیتواند که برابر الله باشد. از یگان جهت هیچ کسی هیچ چیزی از این مخلوقین نمیتواند که برابر الله باشد. این سوره رو سوره اخلاص میگن. چرا که یکتاگی و یگانگی و تنهایی الله سبحانه و تعالی را بیان میکند. و عبادت دیگری که به شما بیان میکنیم که این عمل است و این عملی البته عبادتی است، این الرضا است. رضا شدن به قدر الله، رضا شدن به این حالتهایی که در زندگی شما می شود، رضا شدن به تمامی نوشته های الله سبحانه و تعالی که بر بالای شما نوشته است، از ابتلا، از خرسندی یا از بلا و مصیبت، از هر یک چیز که در این زندگی شما شده است و شد، رضا شدن. انمین صبر است. صبر سه نمود است: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر ابتلا. یعنی شما باید صبر کنید به این مصیبت و بلاوی که به بالای شما آمد. شما باید صبر بکنید در طاعت عبادت الله و شما باید صبر بکنید از سنجش هایی که الله شما را می سنجد. صبر کردن اولین قدمش رضا شدن است. هر حادثه ای که به شما می شود باید رضا باشید. رضا باشد از الله سبحانه و تعالی، رضا باشد از شریعت الله، رضا باشد از رسول الله سبحانه و تعالی، رضا باشد از دین الله. انمین است صفت مؤمنین و این بزرگترین عمل است. رضا نشدن به الله سبحان الله این کفر است. الله در سوره بینه آیت 8 میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله راضی شد از مؤمنان. این وقت به صحابگان نازل شده است. الله از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم راضی شد. لعنت الله باد به اون کسانی که صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم را دشنام میدهند. اونها کافرانند و مرتدانند. و در دوام آیت الله میگه ورضوا عنه، و اونها یعنی مؤمنان نیز از الله راضی شدند. راضیگی دو جانبه. الله از مؤمنان راضی شد و مؤمنان از الله راضی شدند. پس از الله راضی شدن، از تقدیر و از خواسته های الله راضی شدن، این عبادت است. و امروز بسیار مشاهده می شود که انسان هایی که دعوای اسلام دارند، دعوای مسلمانی دارند، اما راضی نیستند از تقدیر خود. میگن من فقیر هستم، راضی نیست و همیشه در حالت رنج است. چرا این است و چرا آن است. یکی از مریض است، از مریضگی و از این تقدیر خود راضی نیست. و همچنین انسان ها زیادند. نه، انسان باید رضا شود. دیگر راه و چاره وجود ندارد. هشتمین عبادتی که ما امروز بیان میکنیم بزرگ شماریدن الله، التعظیم، بزرگ شماریدن الله، قدردانی کردن الله،
آداب را رعایه کردن به الله، نسبت الله. علما میگن التعظیم والاجلال والادب مع الله عز وجل. تعظیم یعنی بزرگ شماریدن الله و اجلال قدر و قیمت الله را سبحانه و تعالی، قدر الله را، بزرگی الله را قدر کردن و اطاعت کردن او و به الله سبحانه و تعالی ادب را نسبت الله انجام دادن، در روبروی الله بی ادبی نکردن. الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیتی 30 میگه ذالک و من یعظم حرمات الله، و این چنین هر کسی که بزرگ می شمارد حرام های الله کرده را، حرمات الله را، یعنی اون حرام هایی که الله حرام قرار داده است اونها را بزرگ می شمارد، به نزد حرام نمی رود، از حرام دست کشیده است، حرام را ترک کرده است. چرا که الله را بزرگ می شمارد و حرام های الله کرده را بزرگ می شمارد. و این چنین صفت مؤمن است که الله را قدردانی می کند، اجلال می کند. در سوره انعام آیه 91 الله میگه و ما قدر الله حق قدری، قدردانی نکردن الله را همان درجه که باید قدردانی میکردن. علما میگن در این آیت ترس آمده است که و ما خاف الله حق مخافتی، یعنی از الله نترسیدند، از این بزرگی الله نترسیدند چگونه ای که باید میترسیدند. باید و شاید نترسیدند، باید و شاید قدردانی نکردند. پس انسان مؤمن و موحد باید الله را بزرگ شمارد، باید الله را اجلال کند، قدردانی بکند، بترسد و ادب را چی کند؟ انجام دهد مقابل الله سبحانه و تعالی. اما غیر الله را بزرگ شماریدن، غیر الله را مثل الله بزرگ دانستن، به مانند امروزه این طاغوت پرستانی که طاغوت های خود را بزرگ می شمارند. این رئیس یک ناحیه طاغوت در ناحیه شده است، رئیس ولایت در ولایت، رئیس جمهور در جمهوری طاغوت شده است و دیگران چنان او را بزرگ می شمارند که اعوذ بالله به درجه یک اله رسانیدند. گفته های او را همیشه حق می دانند، گفته های او را همیشه اطاعت کننده می دانند و سبحان الله گفته های او را همیشه بی خطا و همیشه درست و صحیح می دانند. او را بزرگ می شمارند، قدردانی می کنند، از او می ترسند و نسبت او همیشه ادب دارند. انمین عبادت است که به غیر الله انجام داده و مشرک شده اند. این شرکشان شرک اطاعت است. پس اینها را میگن طاغوت پرست، اینها را میگن طاغوت پرست. چرا که اینها یک کسی را همچنین بزرگ شماریده ایستادند که سخنهایش مخالف سخن الله است، قانونهایش مخالف قانون الله است، محکمهایش مخالف محکمه الله است. او دشمن الله است. هر کسی که دشمن الله است و کسی دیگر می آید و او را بزرگ می شمارد، اجلال می کند، قدردانی می کند، اطاعت می کند، ادب در روبروی او دارد، گفته های او را به جا می آورد، البته او طاغوت پرست است، یک طاغوت را عبادت کرده مشرک شده است. یا کسی شیخش را به مانند صوفی ها چنان بزرگ می شمارد که سجده می کند، چنان بزرگ می شمارد و قدردانی می کند و اجلال می کند که اعوذ بالله به او رکوع و سجود می کند، به قبر او طواف می کند. این همه شرک است. این عبادت ها را به غیر الله انجام داده و به شرک گرفتار شده است. بارک الله فیکم. پس این عبادت را تنها و تنها باید به الله سبحانه و تعالی انجام داده شود. عبادت نوهمی که ما به شما ذکر میکنیم این التوبه والانابه والایوابه والایواهه والاستقامه هست. توبه نمودن، بازگشتن و توبه نمودن، توبه نمودن به الله، انابت بازگشتن به سوی الله. توبه چیست؟ توبه علما میگن به خودش 3 شرط صحت دارد. توبه همان وقت
صحیح می شود، قبول می شود و درست می شود که بارک الله فیکم انسان توبه کننده همون عملی گناهش را، همون عملی فساد و باطل را که الله او را حرام گفته، او را گناه گفته، اولین کاری که میکند باید ترک کند. همون کار گناه و معصیت را باید ترک بکند و بعد از این از انجام داده اش پشیمان شود و نیت و قصد بکند که دیگر به همون عملی بد باز نگردد. ترک بکند، از کرده اش پشیمان شود، دیگر به همون عملی گناه باز نگردد و از الله طلب مغفرت کند که الله ببخشد. این توبه است. توبه شرعی همین است. البته توبه در لغت عربی وقتی که میبینید پشیمان شدن است. پشیمان شدن یا طلب کردنی که مرا ببخش گفتن، طلب بخشش، این توبه است. اما بدانید که این همه عبادت هایی که ما حالا گفته شدیم، الخوف والخشیه والخضوع والخشوع والاخلاص بارك الله فيكم والتوكل والمحبة والتعظيم والإجلال والتوبة والإنابة، این همه عبادت ها وقتی که عبادت شد پس الله و رسولش این را عبادت گفت، پس الله و رسولش این کلمه را شرح داد و معنی داد کرد. توبه به معنای شرعیش انا همین است که ترک کردن گناه، ناامید شدن از همون گناهی کرده، پشیمان شدن و دیگر به همون گناه باز نگشتن و طلب مغفرت کردن از الله سبحانه و تعالی. این عبادت است که باید تنها به الله سبحانه و تعالی انجام داده شود. برای همین یک کسی که گناه کرد از قبر، از شیخ، از رئیس این چنین توبه رو انجام بدهد، البته یعنی گناه به الله کرد اما می رود از غیر الله چی می کند؟ طلب مغفرت می کند. می رود از قبر می کند، می رود از اعوذ بالله من ذلك مزار طلب مغفرت می کند و توبه می کند، البته مشرک شده است. اینابه بازگشتن، یعنی بازگشتن دوباره به نزد الله. اینابه این یکی از بزرگترین صفت مؤمنین است. کسانی که حالت خودشان را می بینند و بعد از این که یک مشکلی را در خود می بینند باری دیگر به سوی الله باز می گردند، اینابه می کنند، یعنی توبه می کنند از الله، از همون کاری کرده اشون و خودشان را برای حق باز می گردانند. الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیه 31 میگه و توبوا الی الله جمیعا، به سوی الله همه‌تون، جمیعا همه یک باره به سوی الله توبه کنید. یعنی شما از کرده هایتون پشیمان شوید، کرده های گناهتون را ترک کنید، پشیمان شوید و دیگر به همون کارتون شرک و کفر باز نگردید و البته که از من طلب مغفرت کنید، من میبخشم. الله میگه. و در سوره زمر آیه 17 الله میگه و انابوا الی الله، و به سوی الله اینابه کردند. اینابه چی؟ یک بار دیگر خودشان را دیدند از باطل به حق بازگشتند. اینابه ترک کردن باطل به سوی حق است. امروز چقدر امت اسلام به این عبادت بزرگ احتیاج دارد، به اینابه. امروز چقدر انسان‌هایی هستند که خود را مسلمان میگن اما در باطل هستند، عقیده اونها باطل است، عمل اونها باطل است. به سوی حق باید بازگردند، باطل را باید ترک کنند، به سوی الله بازگردند، به سوی حق باید بازگردند، یک بار دیگر به خود نظر بکنند و از باطل دست کشند، به سوی حق بازگردند. انمین است اینابه. الله سبحانه و تعالی در سوره هود آیه 75 میگوید این ابراهیم لحلیم اواه منیب. در سوره روم میگوید منیبین الیه واتقوه. این همه آیات ها دلالت میکند که توبه و اینابه این بارک الله فیکم عبادت است که باید به الله سبحانه و تعالی انجام داده شد. و استقامه پا بر جا ایستادن در راه الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی میگوید فاستقم کما امرت. ای محمد صلی الله علیه وسلم پا بر جا بایست، راست بایست در همون چیزی که من امر کردم. استقامه کردن یعنی امرهای الله را به جا آوردن، در همون امرهای الله راست ایستادن،
و اول و اساسش موحد بودن است که در سوره هود آیه 112 میگه. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن یک چند چیز موی مرا سفید کرد و انمین آیت ترسش بزرگیش موی مرا سفید کرد. فاستقیم کما امرت. الله به محمد صلی الله علیه و آله امر میکرد که ای محمد چگونه ای که امر کردم همان گونه تو باید راست بیستی، یک ذره هم به این طرف و آن طرف نروی. و این امر به من و شما هم دلالت میکرد. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. آنانی که گفتند که رب ما الله است، یعنی موحد شدند و بعد از این در همین راه استقامت کردند، در همین راهشان پابرجا تا آخر ایستادند، الله میگه که ما به اونها ملائکه ها را نازل میکنیم که اونها را حفظ میکنند. تتنزل علیهم ملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، اینکه نترسند و هیچ غمگین هم نشوند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. این بود عبادت هایی که در این حلقه به شما بیان کردیم و البته در حلقه آینده باز دیگر از عبادت ها را به شما بیان میکنیم. چرا که شما عبادت ها را بدانید و این عبادت ها را به غیر الله انجام ندید. این عمل های هست از الوهیت، این عمل های هست از عبادت، این عمل های هست از بارک الله فیکم عبودیت که باید و حتما به الله سبحانه و تعالی انجام داده شود. به غیر الله انجام دادنش شرک اکبر است، شرک است و کفر است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده باقی مانده از عملها را به شما بیان خواهیم کرد. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم.